مسیله اینجاست که میگم بابت مشته من گوله گوشی مشتمه. خوابگاه، یک مکانی به اسم خوابگاه. اینم کمدم. چای تو خوابگاه، اونم تنهایی، هیچ کس خوابگاه نیست، هیچ کس. هی زندگی به خاطر یه کارآموزیه بانک خون بعد این همه را بیای خوابگاه. وای خدا. حالا براتون فردا از کارآموزی بانک خونم هم میذارم. من رفتم چاییمم دم کردم، قشنگ خوشمزه دارم میخورم و سالاد درست کردم، سالاد شیرازی. البته اصلا انقدر بد درست کردم، درشت. بعد غذام هم که از خونه آوردم گرم کردم، جاتون خالی دارم چاییمو میخورم. بعدش هم که نهار بخورم بخوابم، بلند شم درس بخونم تا دیدار بعدی که نه، میخوام یک کلیپ دیگم بذارم بین حرفا. این از سالاد شیرازی که درست کردم، ببینید. هرچند تعریفی نداره ولی خب بازم خوبه. بریم برای غذا. خدافظ. ساعت 5 من گرفتم خوابیدم. الانم باید بشینم ژنتیک بخونم چون امتحانشو دارم. فعلا تا اتفاق بعدی.